اگه یه روز کامل فقط گیم بزنیم چی میشه؟ به نظر شما گیمرها سرخیزن؟ نه، اونا تا لنگ ظهر میخوابن. وقتی یه گیمر صبح خیلی زود بلند میشه خیلی کسل، ولی وقتی بلند میشه و میره پشت کنسول و یا سیستمش سرحال میشه و فرش میشه. فکر می‌کنی اتاق یه گیمر باید تمیز باشه؟ الان هم اونقدر تمیز نیست ولی خوب باید از این کثیف‌تر باشه. از این کثیف‌تر؟ آیا آماده زندگی گیمری رو تجربه کنی؟ پس بزن بریم. پیس اوت. این داستان روایت واقعی یه گیمر. انقدر بازی تا فلج بشه. برمیگردیم به 24 ساعت قبل اتاق پیشگام یه روز کامل گیمر شو. آرتیست کاغذ و قلم تو آماده کن و شروع کن بکشیدن. نگاه کن این بازی ها رو نگاهشون کن، چقدر مظلوم نگاهت میکنن. مگه میشه دلت میاد از کنار اینا به سادگی بگذری؟ به نظر من هر آدمی باید یه روز کاملش رو به سبک یه گیمر بگذرونه. این یه چکلیست مسیر زندگی گیمینگ امروز ما. از یه جایی شروع میشه و تا یه جایی تموم میشه. قراره این پرچم رو به فراز خودش برسونه. این چکلیست باید تمام آیتم هاش تیک بخوره و اگر تیک نخوره ما گیمر نیستیم. زدم تو. همه چیز از یه صبح گیمینگ شروع میشه و بازی اپکس لجند. من و پیشگام رو در روی هم میشینیم و بازی اپکس لجند رو پلی میدیم. انقدر پلی میدیم یا تو این بازی نوب بمیریم یا تو این بازی شوالیه بشیم و جایزه بهترین شوالیه رو بگیریم. اگه یک کیل گرفتی تو شوالیه اعلام میکنم. جدی انصافا اگه تونستی یک کیل بگی شوالیه ای. جدی میگم. باشه من میرم 1 کیلو میگیرم، تو چیزتو آماده کن. راپور میگه شبا خفش به میخانه میرم. کیل گرفتم اصلا امکان نداره. به خدا کیل گرفتم. تبا بزن بمیرسی. نگرفتم او کیل نگرفتم. OBS اصفهانیه میگن OBS. خفه شد جای شوهرم وا این چه جون. ببین کیل گرفتم باید لجندم کنی. میخوام بریم ای رو بگیریم. فاک خیلی با تومنینه ایما میخوام بریم. صد بعد ببین یهو مثلا 7-8 نفر میریزن مثلا تیم. وای اصلا ببین ایمم گو سوراخ‌های دارم باید این بقرم بودا. وای یعنی چه این تو؟ در این حد منو گرفتم. کنی برادر هوای منو داری؟ آره داداش چرا نباید داشته باشم. 1-2 دست منگه بده بعد میریم براش اعلام کردن شوالیه بودن تو. کدومی تو؟ اینی؟ من پشت سر داداشم این پیشگام برو. من تو پشت سر منی ها. ببین منو نشون میده بس. هنوز کیل نگیرم. زد کیل نگیرم. هاردکورو کلی کیل دارم اما میگم درگیر نشو چقدر تو نوبی. بابا اصلا حواسم به تو نیست بابا. چرا به نگوی تا کیل هم 2 تا. داشت میتونیم با هم دیگه باشیم انقدر فرار نکنید درد نکنید. وایستا من بیام. کجایی؟ نگو بابا من باید این کیله رو بگیرم مفته. نه مشکل نداره. وای اینو کیه دارم میکشنش؟ وای اینجا این ببین نه پشت هستم تو برو من اومدم. یکی دیگه یکی رو زدم
تمام گیم برای خودمونا. درگیری بابا زدم بچه رو کشتیدم. تو چرا اونجا وایستادی؟ دارم میگم اونوری نره آقا، برگرد. تو داری میای سمت من. داری میای سمت هم. آقا منو ببین، منو دیدی؟ آره بیا من بیا. کجا رفتی؟ صدا شروع میشه. اومدی؟ من تو رو نمیبینم. وایس. بیا. وایس کن ببین چی شما باید. وایس. داداش سلام. اینجا برو. وقتی داخل درگیر شدی بیا. کاراکتر من خیلی کنده. اصلا بابا ببین برادر همین یک کار کیل حساس میگه حواست دست پیش کن برو. بگی رو خطش. رفتی بالا؟ ای بنگ وای الان اومدی؟ یکی دو تا کی، سه تا کی. این تیکایی که من کیل گرفتم جا نگیسته بزن هیچ باز دارم بریم آقا بریم چیکار کنیم؟ بریم غذا بخوریم، گشنمم. بریم بر نهار. گذشت که گیمرهای عرصه گیمینگ ما گشنه و تشنه موندن و نیاز به خوردن نهار داشتن. پیرمرد واقعا فکر کردی که یه گیمر گشنه میمونه و برای خودش غذا درست میکنه؟ کاملا اشتباه فکر کردی. پس فست فودها رو برای چی گذاشتن؟ تو تایم آماده شدن غذا داری چیکار میکنی؟ دستی رو امتحان میکنم. یه دونه بکش. باز داری چیکار میکنی تو گوشی؟ شافکلن واقعا گیمری زندگی گیمری همه جا حداقل تنها گیمی که پرو داشت تو نگاه کن. حداقل تنها گیمی که پرو اپکس که خراب کردی. نه که تو خیلی خوب بودی. اونا باید تو کمترین زمان ممکن برن غذا سفارش بدن و برگردن و کنار هم چیل کنن و غذا بخورن. Yes, it's time to fucking lunch. غذا رو گرفتیم. میخوایم در ویوی ابدی غذا بخوریم. گیمر در زندگی خود گیمینگ میکنه. یعنی غذا میخوره. گیمر شو. این گونه من تو را شوالیه می نامم با سکه نام پدر پسر روح القدوس. ما مردمان خدا هستیم. استار وارز. ما باید تو اینترنت میچرخیدیم و ترین بازی‌های روز دنیا رو پیدا می‌کردیم تا بتونیم روز گیمینگمون رو جذاب‌تر کنیم. مگه غیر اینه؟ وقتی یه بار همه چیزو تو اینترنت زیر رو می‌کنیم می‌فهمیم که بازی ترند روز مارول ریوالز. میگه چی؟ شنبه یک شنبه، دوشنبه سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه جمعه، امیر کلو گرد بزاره. بریم. آماده؟ گیم شروع شد. الله اکبر. با رمز یا مخفی. برادر کجایی بده؟ اومدم منو ببین. بابا این چی نمیزنه؟ یه جو بایی نیستیم هم جا میشه؟ بابا اینا میدونی اینا یه نفر رو میبینن 5 نفری میریزن بالا سرش. من دیدم شما چرا پخش میشه خب اینجور که معلومه بازی مارول ریوالز داره سخت میگذره. این بازی خیلی سخت و گیم پلی اون به کاراکترهایی که انتخاب میکنی بستگی داره. که بعد از چند دست بازی کردن بالاخره فهمیدیم لم این بازی چیه و تونستیم یه دست رو بگیریم و پیروز بشیم. آره ما برنده این بازی هستیم. You are creator of this game. باشه هیچ زنی دیوار داره. دمه داره تموم میشه. من بازی رو زدم. فوت نمیگرفت. زدم بنامو زدم. جدی داری میگی؟ جدی آه اینجا گرفت. زدم یکی رو زدم. دمت گرم چند دارم میزنمش. داشت منو فقط بزن. بچهای جلو حواست بهشون باشه. بهترین ریوارد هیلر میشی. اگر البته تا قبل زدم یکی زدم. ببین نمیدونی چقدر راحت. ببین هیلر بودن خیلی راحت. آره با این هیلر بودن ببین روت اومدن وضعیت اوکی داداش؟ داری وضعیت داشت جلو خیلی خرابه. الان تمومه. عالی تموم شد. گرفتیم تموم شد. تمومه عالی. واو چقدر خوبه این گیم چقدر خوبه. ببین انقدر هیلر مهمه تو بازی مثل این مثل اوورواچ. حالا نیاز نیست خرم کنی داشت کنم فهمیدم که بی خاصیت‌ها رو میذارن هیلر. نه به خودت هیلر خواستم میدونی چی؟ یعنی کسی که از خوش
از خود گذشتگی میکنه. بابا اینا هیلر دارن نمیذارن. تمام شد داداش گرفتیم تمام شد. جدی دارم تا سمت گرم تمام شد عالی بعد زدیمشون تمام شد بردیم وین بزن اینجا ویکتوریا بد پلی داریم ببین 17 نفر هیل داریم اگه تو نبودی 17 تا کیل منقضی بود 30 تا کیل من بیشترین کیل تو کل گیم وای برادر دارم میگش وضعیت بد خرابه مثل اینکه تموم شه ویدیوه بخوام شم برم بکپم. تا اینجا 3 تا از لیست های تو دو لیست ما انجام شده و مونده آیتم بعد، یعنی رفتن به خونه رفیقمون. داداش آروم بود اصلا عجله ای نداشته باش، برای اینکه گاز بدی زود برسی، دیرتر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. اوکی بسم الله الرحمن الرحیم. ببین رفیقای گیمر باید برن خونه رفیقای گیمرشون، یعنی اونجا ما میریم باید بریم گیم بزنیم، یعنی میریم خونه رفیقای گیمرمون که گیم بزنیم، یعنی رفیقامون یه عده گیم دارن که ما میریم اونجا گیم بزنیم. مگه اینطور نیست؟ تیتر بعدی دوست گیمر. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما چون خودمون کنسول نداریم ابزارها یعنی ببخشید از دوست خودمون استفاده میکنیم روز گیمینگ خودمون رو با کنسولمون بگذرونیم. نفوذ به خونه جواتی، کنسول پلی استیشن، بازی یو اف سی، من و پیشگام و جواد. به این میگن ریورس انجینیرینگ. ببین ویدیوی گیمینگ، تجهیزات گیمینگی که من دارم ازش صحبت میکنم اینه از دور داری بازی میکنه؟ پلی استیشن 2، پلی استیشن 5، پیشگام چی در بیای؟ حالت گارد داره دوال شاک جواد. پس میریم به سمت خونه جواتی برای ادامه بازی ها. Let's go. Gamer show. Ready fight me? Ready fight with you. My question going into this one. How is handle the wrestling? نه به خدا فقط دارم دست گرفتم برو میگم میزنم تو یاد بگیر چون این چه خوب بلده آره پلی داری اینا حرکت پلی بگم شو حسابت فاک بزنم اینجا تو میخوری تشکیلی دیگه یک رو دایره مثلا میگی یک کار میکنی یک رو مثلا یک کار خیلی صحنه جالبی نیست فقط نزن جون بودن دفاع باید کنی یه تروفی گرفتن بردی کامبک داشتم آره داشتی میزدی برگشت دیگه بلد نیستی گو میشه میدی من بگو بزن اگه یکی که بلد باشه ببینه ما رو میخنده آره اوه فاک بلند شد خیلی بد تمامه؟ بردم؟ دیدی؟ بیا گفتم نورم کینگ این دادم کاستوم قوی تره با اینطور نیست چرا فکر میکنم من هی بعد از یه روز سخت گیمینگ و پیچیده آخر شب فقط دور داخل شهر میچسبه. میدونی ری چاپا اینجا جوون جاهلی بودن، هی داخل شهر میچرخیدن، میگشتیدن، هی بوق میکردن، هی دور میدون شهر جوالت میکردن،
دور تو خیابون اصلی شهر تو خلوت‌ترین حالت ممکن تنها کاریه که میشه بهش گفت chilling to chill out. دیگه این اواخر کسل کننده بود، گفتم یک زنگ بزنم برای پلیس 110 ولی خب وجدانم بعض عباسی به من این اجازه رو نداد. میدونی چی میگم؟ با دلم وای چیکار کردی با دلم وای چیکار کردی با دلم وای واراب جواد یواش بابا یواش گاز میدی پشت سرش کلاژم میگیری شتاب ماشین 3 برابر میشه. یواش آقا بگوز نکن داخل شهر. آقا یه آبر بیاد اونجا تو موقع چیکار کنی؟ اشغال دوک وایستا هنوز یه تیتر از تودو لیست ما باقی مونده. ما برمیگردیم به خونه و از بازی رد دد ردمشن 2 یه واکترو درست میکنیم آخر شبی. خب بچه‌ها رسیدیم به آخر شب زندگی گیمری. اوکی الان ما مثلا گیمر بودیم تو یه روز و رسیدیم به جایی که آخر شبه و قرار چیل کنیم. و بهترین بازی برای چیل کردن چیه؟ رد دد ردمشن 2. گیمر بودن یه داستانی داره، مخصوصا تو کشور ما تو ایران یه چند تا فکت داره که من میخوام امشب اون فکت‌ها رو به شما بگم. هدف اصلی ویدیو هم دقیقاً همینه، چون بازی کردن همین رد دد ردمشن 2 کم شما الان باید 70-80 میلیون خرج کنید تا بتونی همین رد دد ردمشن 2 رو با یه FPS خیلی ساده، گرافیک خیلی ساده پلی بدی. در کل زندگی جالبیه، فان کوله. اوکی بپر بریمش. کمپ اسم نداره، اینجا علامت سواله. میریم به علامت سواله و تو مسیر علامت سواله با بچه‌ها خداحافظی می‌کنیم. این برد ماجراست. تو دو لیست ما کامل شده و ما یه گیمر واقعی است. این روایت زندگی 2 تا گیمر جوونه تو یه روز. ولی ساید خوبی هم داره. ساید خوبش می‌دونی چیه؟ تو ساعت‌ها میتونی از زندگی چرت و پرت واقعی بیای بیرون، از صحبت‌های آدم‌ها بیای بیرون، از قضاوتاشون بیای بیرون، بری تو دنیای خودت پازل حل کنی. اصلا گیم همینه دیگه، خلاقت میکنه. یه جای ایلان ماسک خیلی حرفه‌ای به شکل فجیحی لیگ آف لجندز و الدرینگ بازی میکنه. اوکی Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laughed at. Balderdash. Are you quite certain you're not a spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you. آره زن باستانشناسه. اوکی زن باستانشناسه، بعد تو یونیورسیتی کار میکرد، اخراجش کردن. بعد داره مثلا اعتراض میکنه که آره مثلا سیستم و یونیورسیتی و دانشگاه و اینا همش چرت و پرته. بعد اومده داره داخل رد دد ردمشن 2 راجع به دایناسور کندوکاو میکنه اطراف کمپ آرتور. بعد آرتور اومده که ببینه قضیه چیه. Nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk. اینجا یه مثل این که اینجایی که آرتورینا کم کردن حالا هزاران سال پیش اقیانوس خیلی بزرگی بوده، شادو سی، دریای خیلی مثلا عظیمی بوده که پر از حیوانات و دایناسورا رو از و انیمالای عجیب غریب و حیوانات عجیب غریب رو از داخل یه محدوده خیلی عجیبی میکشه بالا. جالب میشه. Swim and fly. Quite unique. I call it Totalisaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. This is Deborah McGinnis. Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Listen, اسکلت if you find دایناسور. any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. خب قضیه اینطوریه، کلا کارگردان بازی اینجا داره اینطوری روایت میکنه که ما اومدیم با این زنه آشنا شدیم، بعد الان هر استخون غیر طبیعی که اطراف این شهر و کمپ آرتور پیدا شد و باید ببریم به این زنه بدیم و در ازاش به ما یه پولی، یه میشنی، یه چیزی به ما میده. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons میخواد به very, very مستر یا wrong. استاد Which, trust me, is the very best thing about science. جانور شناسی کمک کنه. زن Good day to خیلی you, sir.
آدمیه که میگه آره من مثلا بهترین دانش رو دارم و ساینس هم قوی و اطلاعاتی که دارم خداست و پشمام. من تا ندیدم تو ردت جایی کنده شده باشه، ولی این مثلا جای کنده شده است. می‌بینی؟ سبحان الله. به هر حال همیشه گیم بازی کنید، هر چقدر گیم بد باشه، ولی خیلی از خفن‌ترین آدمای دنیا بازی میکنن که ساعت‌ها ذهنشون رو در روز درگیر بازی کردن بکنن بدون هیچ دغدغه‌ای. تنها حتی با کوچکترین چیزایی که میتونید بازی کنید، بورد گیم، چه می‌دونم بازی‌های خانوادگی، بازی‌های دور همی، هر چیزی که میتونید خودتون رو سرگرم کنید که فکرتون برای چند ساعت از بقایای لاشخور ذهنیتون دور باشه. بچه خدا، من میرم وارد چیل میکنم، شما بازی کنید تا یه گیمر دیگه و چپتر 2 گیمر شو پیس اوت. یادتون میاد تو اون سکانسی که من شوالیه شدم؟ اونجا شوالیه شدن حق من نبود. شوالیه شدن حق قهرمانی بودش که از صبح با اینکه مریض بود پا به پای من برای ضبط این ویدیو اومد. چیکار برو دمت دم گرم. منم بعدا خیلی دوستتون دارم. خدافظی. من میگم از صبح تا الان مریضم، ولی برای اینکه ویدیو رو جلو موندم. یعنی این ویدیو ضبط این ویدیو روش خیلی زحمت کشیدم. هوا داشته باشه. دوستتون دارم. حالا دیگه روز گیمری واقعا چطوریه؟ همینقدر چیلینگ و کول. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید.